مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده ماجرای قطعی گاز در ایران رو که حسابی در فضای مجازی وایرال شده و در دنیای واقعی زندگی مردم رو مختل کرده، چرا که عنوان کردم به دلیل افزایش مصرف گاز و سرمایه هوا باعث شده که بسیاری از ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنن و بگن که آقا مصرف بالا بوده، ادارات تعطیل بشه که مصرف بیاد پایین. که خیلی شیک و مجازی در یک خط به شما راجع پشت پرده این خبر بگم که این خبر دروغی بیش نیست و برای پرت کردن حواس مردمه که امروز با انتشار یک سری مصاحبه و اسناد و مدارک به شما اثبات خواهیم کرد ایران نه تنها کمبود گاز نداره بلکه 8 برابر مصرف مردم هم گاز تولید میکنه. و شاید به خودتون تا الان 2 تا 4 تا نکردید که چجوری ایرانی که جزء 3 4 تا کشور تولید کننده گاز در جهانه یهو میگه آقا گاز نداریم، ادارات و مدارس و دانشگاه تعطیل. و برای اولین باره که در طول این 43 سال عمر این آخوندا این اتفاق رخ میده و ادارات و سازمان ها رو تعطیل میکنن و قبل از این اتفاق نیفتاده. ماجرا از این قرار هستش که بیش از 120 روزه که مردم کف خیابون ها دارن اعتراض میکنن، دارن به انقلاب نزدیک میشن و بهترین روشی که اینا میتونستن سر مردم رو کلاه بذارن و سر مردم رو گرم بکنن که حواسشون دیگه درگیر دلار 41,000 تومانی یا پراید 300 میلیون یا افزایش قیمت ها نباشه، اینه که بگن آقا گاز نداریم، ادارات و سازمان ها تعطیل و با این روش حواس مردم رو پرت بکنن. قبلا با زدن هواپیما و ریختوندن فلان ساختمون و متروپول و پلاسکو و اتفاقات مختلف و نمیدونم قطار و چیزهای مختلف سعی میکردن حواس مردم رو پرت بکنن. همین که مچشون برای مردم باز شد، حالا با قطع کردن گاز و 4 روز دیگه به تابستون نزدیک میشیم، قطع کردن آب و بعدش هم قطع کردن برق، سعی میکنن که ذهن مردم رو به یک سمت دیگه ای ببرن. تکرار میکنم، ایرانی که خودش جز 4 تا کشور اصلی تولید کننده گاز و ذخیره کننده گاز در جهانه که خودش گاز به کشورهای دیگه صادر میکنه، چی میشه که یهو زارت میگه آقا گاز نداریم و اصطلاحاً تعطیل بشن ادارات و سازمان ها، تنها برای گمراه کردن ذهن مردم و پرت کردن ذهن مردم. برای اثبات حرفم هم رفرنس میزنم به چند تا مصاحبه. این مصاحبه‌ای که الان دارید میبینید توی مراسم اعلام کشف، پشتش هم نوشته مراسم اعلام کشف میدانهای گازی جدیدی که سال 98 این مصاحبه گرفته شده، یعنی همین 2-3 سال پیش. اون موقع یه مقداری وضعیت کشور حالا 98 هم شلوغ بود اما به اندازه الان نبود. آخونده احساس ترس نکرده بودن، احساس این که مردم دارن انقلاب میکنن رو نکردن. موندم هرچی نظرسنجی هم میکنیم همه از این آخونده و جمهوری اسلامی بدشون میاد. اینا با چه روی پای قدرت وایسادن و دارن حکومت داری میکنن؟ بشنویم این مصاحبه یکی از این مسئولین رو. با این حجم گاز کشف شده ما جایگاهمون تغییری پیدا نخواهد کرد، ولی جایگاهمون بین 3 و 4 مدام در نوسان بود تو طول این چند سال گذشته. تثبیت میشه جایگاهمون در دنیا. مقدار قابل توجهیه نسبت به کشف‌های گازی که در دنیا اتفاق میفته. 19 TCF مقدار بسیار زیادیه و این باعث میشه که ایران اقتدار خودش رو در رتبه خودش نگه داره. اما اجازه بدید من چیز دیگه ای بگم به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند ایران و اون واسه شما شکوهمند بوده، یعنی انقلاب که شد یه مش گدا گشنه و گدا گودول که قبل از انقلاب یه چوب کبریت هم نداشتن، بعد از انقلاب همه کاخنشین و بالا شهرنشین و آقازاده ها و فاضلابزاده هاشون اقامت‌های کشورهای مختلف رو گرفتن. بقیه‌شو ببینید. اینی که ما در 40 سال گذشته از مجموع نفتی که تولید شده و مصرف کردیم یا صادر کردیم توسط اکتشاف
تقریبا همون اندازه رو جایگزین کردیم که خب این دستاورد خیلی بزرگیه و یعنی یر به یری. یعنی هم این حرفی که داره میزنه این نیستش که ما هر چقدر اکتشاف کردیم مصرف کردیم ما این واسه مملکت و آخوندا پول در نمیاره. داره میگه ما اکتشاف کردیم، هم مصرف کردیم، هم صادرات کردیم و فروختیم. میدونی چند میلیون بشکه، حالا گاز که بشکه تو بشکه نیست و اینها، ولی خب حالا گاز مایع ممکنه اتفاقش بیفته. کلا منظورم سوخته حالا خانواده های نفتی. میدونی ما چند میلیون در روز صادر میکنیم؟ یعنی میگه هم مصرف کردیم هم صادر کردیم، یر به یر بودیم. خب خدا قوت این گفتن داره، شما هر چقدر که بوده مصرف کردی، هر چقدر هم که باقی مونده صادرات کردی دیگه. این همون حرف میشه. میگه ما مصرف و صادر اکتشافمون یکی بوده، مصرف و صادراتمون. شما یا مصرف میکنی یا صادر میکنی، کار دیگه ای که نمیکنی. میکاش تو زمین مثلا درخت سبز بشه، خب بقیهش یک پشتوانه بسیار بالا برای اقتدار کشوره. در رابطه با گاز خب وضعمون خیلی بهتره. گاز وضعمون بهتره. سال 98 داره اینو میگه. از مجموع گازی که ما در 40 سال بعد از انقلاب تولید کردیم و توزیع کردیم، مجموعاً 8 برابر اون ما به ذخایر خودمون اضافه کردیم و این نشون میده که ما حالاها با مقوله نفت و گاز سر کار داریم و در این زمینه کشور خوشبختانه آینده خیلی خوبی داره. سال 98 میاد مصاحبه میکنه، میگه ما 8 برابر میزان تولیدمون، میزان مصرفمون تولید داریم. برعکس گفتم میزان مصرفمون تولید. یا مسئولین اینا دارن دروغ میگن. خب بیا این مسئولان فعلی که الان اومدن پای قدرت، وقتی سال 98 میگه حالا حرف از یکی دو سال گذشت آینده رو نمیزنه. چقدر توپق میزنه. حرف از یکی دو سال آینده رو نمیزنه. حالا یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد. اینا زرتی سال 91 همین که مردم میریزن توی خیابون‌ها و داره انقلاب میشه و قیمت پراید میره بالای 300 میلیون دلار میشه، 41,000 تومان. میان میگن که کمبود گاز داریم و مدارس و دانشگاه تعطیل. حالا این باله، این آقای جواد اوجی، ایشون قطعاً شیشه میزنه. یعنی من شک ندارم یا شیشه میزنه یا خانواده شیشه رو میزنه. ببینید چند ماه پیش، یعنی 31 مرداد ماه، اون موقع هنوز اعتراضات مردم شکل نگرفت. از 26 هفتم شهریور ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی به دست مامورای گشت ارشاد اعتراضات مردم کم کم اوج گرفت. این مال یه ماه قبل ترشه دقیقاً. ببینید علی اوجی چی میگه. انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی. زمستان سخت. آقا ما رو پاره کرده بود گندگوز اول منطقه. هی میگفت آقا زمستان سخت در اروپا، زمستان سخت برای اینها. نمیدونم چون میدونید روسیه یکی از کشورهایی بود که به اروپا گاز صادر میکرد. ایران و روسیه و آمریکا و قطر و کانادا جز کشورهایی هستن که چین که اینا رتبه هاشون بالا پایین میشه توی اکتشافات گاز. بعد روسیه، ایران که پشت دست روسیه بازی میکنه، گفت آقا من گاز نمیدم به اروپا. مسئولان پاره کرده بودن، میگفتن زمستان سخت در اروپا و هیزم و چنین و چنان. یعنی بعد رفتن یه سری عکس گرفتن از فروشگاه مثلا توی آلمان، آلدی و لیدر و جای مختلف که هیزم میفروشن، گفتن آی مردم ببینید در کشورهای اروپایی مردم دارن هیزم مصرف میکنن. خب اون کسی هم که کف ایران وایساده با توجه به فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و پارازیت روی ماهوارا، نه دسترسی به یوتیوب داره، نه دسترسی به فیسبوک داره، نه دسترسی به اینستاگرام داره، نه دسترسی به منابع مستقیم داره، نه دسترسی به تلویزیون‌های آزاد داره، نمیتونه بفهمه که آقا در کشور اروپایی مردم تو خونه هاشون یه شومینه اصطلاحاً زغالی هم دارن، چوب میندازن توش. تو ایران هم بعضی از خونه ها دارن، تو مناطق شمال کشور هم هست، توی اروپا هم هست. بعضی از خونه ها سیستم گرمایشیشون از 500 سال پیش این شومینه هاشون با زغال کار میکرده. حالا اینا میان اونا رو عکس میگیرن، یه مش مزدور و یه مش طرفدار جمهوری اسلامی هم اینجا هستن
که البته خب اونا مشخصه دیگه با پول دزدی جمهوری اسلامی بلند شدن اومدن رفتن توی مثلا کاخا و توی هتل‌های اینجا دارن زندگی میکنن. خب ندیدن این شومینه‌های چوبی رو، بعد میدن فیلم عکس میگیرن میدن تو رسانه‌های ایران، آی ببینید در کشورهای اروپایی زمستان سخت وجود داره. اینا هم گندگوزی میکنن. ولی این مصاحبه ها مشکوکه. ببینید وقتی این مصاحبه رو میکنه میگه زمستان سخت، بعد چی میشه که یه خود 2-3 ماه بعدش زمستان سخت برای مردم ایران اتفاق میفته؟ اینا فقط برای پرت کردن حواس مردمه. بشنوید. خصوص اروپایی‌ها الحمدلله رب العالمین جمهوری اسلامی یه ظرفیت خوبی در بحث تولید نفت، میانات، فرآورده‌ها، گاز. ما این رو با چه تأکیدی میگه گاز؟ شما مرداد ماه میگید ما ظرفیت خوب داریم، بعد درست وسط انقلاب مردم میاد گاز مردم رو قطع میکنید، میگید مصرف بالاه. میتونیم یه بخشی از این کمبود انرژی که امروز در جهان بخصوص کشورهای اروپایی هست رو تأمین کنیم. یعنی به یه مرحله رسیدن که میگن آقا ما کمبود انرژی رو هم میتونیم تأمین کنیم. حالا ببینید در اوج اعتراضات مردم 19 دی ماه 1401 میاد توی تلویزیون و برای پرت کردن حواس مردم از دلار 41,000 تومانی و از پراید 301 میلیون تومانی، 1 میلیونش خیلی مهمه، پراید 301 میلیون تومانی و وضعیت فقر و بیکاری و انقلاب مردم و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در مجموع نارضایتی مردم چی میگه؟ شمیله از همه هموطنان عزیز خواهش که کمک کنن، یاری کنن. اگه بخاری اضافی خاموش کنن، سیستم گرمایش اضافی از خاموش کنن، او اتاقها یا فضایی که ما نیاز نیست اون رو خاموش کنن، خیلی تاثیر میذاره. لباس گرم بپوشیم. خود همینا 30% کاهش ایجاد میکنه. از پرده استفاده کنه، پرده های ضخیم جلو انتقال گرما یا جلو انتقال سرما رو میگیره. من خواهشم اینه که از همه هموطنان که ان شاءالله کمک کنن خدمتگزاران خودشون رو در صنعت نفت و گاز کشور تا ان شاءالله این سرما رو هم ما پشت سر بگیریم. اجازه تاریخی اینو گذاشته بود، دستش هم در نکنه. میخوام به شما بگم که این آخوندا با این دروغاشونش که 43-4 ساله دارن حکومت میکنن، یه جمله رو دوباره تکرار میکنم، قبلا زدن هواپیما و ریختن پلاسکو، متروپول و حادثه های قطار و قبل از اون هم اتفاقاتی مثل سانچی رو پروموت میکردن. حالا راجع به سانچی هم جلوتر صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های دیگه. اسناد جدیدتری به دست ما برسه که گویا خدمش 22 تا از خدماش زنده، 28 تاش مثلا که گفتن از خدمشون زنده هستن. قبلا با این رفتارها سر مردم رو گرم میکردن، الان با قطع کردن گاز، چند وقت دیگه قطع کردن برق و چند وقت بعدترش با قطع کردن آب و جیره بندی کردن مردم رو به اون سمت میبرن. خب بعد راه دزدی رو چجوری باز میکنن؟ الان با این کارشون با یه تیر چند هدف زدن. مجبور کردن ادارات و سازمان ها و مردم رو که کاهش مصرف داشته باشن. خب ذخایر بیشتر میشه، ذخایر گازیمون، و اینا بیشتر میتونن صادر بکنن و بیشتر میتونن دل و دزدی بکنن. یعنی راه دل و دزدی خودشون رو با این ایده بالا بردن. برای بحث برق و چیزهای مختلف هم اتفاق میفته، اما نه به اندازه بحث این نفت و گاز. دقیقاً کاری که برای بنزین کردن، کارت سوخت دادن که مردم کمتر مصرف بکنن، چون تو ایران ریال بعد بفروشن دیگه، قیمت دلار هم بردن بالا و وقتی صادرش بکنن پول بیشتری رو میتونن چپاول و دزدی بکنن و به همین راحتی ذخایر رو میفروشن. چند وقت دیگه هم اگر دیدید این ماجرا کوپنی شد، گاز با نمیدونم کوپن و کارت سوخت و چیزهای مختلف تأمین شد، تعجب نکنید، این یک راه برای چپاول و دزدی از جیب مردمه. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه